بسم الله الرحمن الرحیم. روح پدرم شاد که می گفت به استاد فرزند مرا هیچ میاموز به جز عشق. غزلی رو تقدیم میکنم. چه بود حاصل دنیا اگر اراده نبود؟ چه بود حاصل دنیا اگر اراده نبود؟ اگر امید رسیدن میان جاده نبود؟ من و تو وارث بال پرنده‌ای هستیم که جز در اوج فلک هرگز ایستاده نبود. تمام عمر به دستش دخیل میبستیم اگرچه طبق سندها امامزاده نبود. پدر که نان شبش را به عشق ما اندوخت ولی دریغ که هنگام استفاده نبود. بدون او شب اندوه را چه می کردیم؟ چراغ خانه اگر چهره اش گشاده نبود. چراغ خانه زنی بود بیگمان که خدا میان سینه او جز صفا نهاده نبود. به ما اگر گره سخت زندگی وا شد، به ما اگر گره سخت زندگی وا شد، مگر به برکت این سفره های ساده نبود. زمان سخت زمین زد سوارهایی را که در معیتشان لشکری پیاده نبود. من و تو عالم عشقیم و بیگمان ما را معلمی به جز آغوش خانواده نبود. بسیار خوب، خیلی خوب. اون بیت نهاده نبود و یه بار دیگه بخونید. چراغ خانه زنی بود بیگمان که خدا میان سینه او جز صفا نهاده نبود. نه، خداش اینجا زیادیه. خدا باید خدا رو، فاعل نهاده رو باید بردارید. نهاده نبود ولا ننهاده بود باید میگفتیم. اینو خداشو عوض کنید. بروی چشم.